کاش این فیلم رو داشتم خودم نمایش میدادم براتون. میدونید که من عادت دارم من چیزایی که علیه هم درست میشد و خودم میارم. میدونید که من عادت دارم من چیزایی که علیه هم درست میشد و خودم میارم نمایش میدم. شهرام همایون، مدیر و مجری تلویزیون کانال 1 که مدعی روزنامه نگاری است، همواره خواهان شفافیت در مسائل گوناگون است. میخوای تو همین روزا یک برنامه اصلا عنوانش بذاریم شفافیت. خیلی ما فیلم و گزارش و اینا زیاد داریم راجع به شفافیت. آنچه عملکرد همایون در شفافسازی را زیر سوال میبرد، بی‌طرف نبودن و خالیبندی‌های پیاپی اوست. برای نمونه چندی قبل شهرام همایون پس از آنکه فرامرز فروزنده مجری تلویزیون اندیشه به دلیل انتقاد از رضا پهلوی از کار اخراج می شود این ادعا را مطرح می کند. من پیش خود خواهم گفت اگر فروزنده سر کارش برنگرده پیش خود میگم من به دستور شاهزاده رضا پهلوی برنامه مستقلی به فروزنده خواهم داد. چند روز بعد این صحبت‌ها همایون تحت فشار اطرافیان رضا پهلوی همین سخنان را به کل تکذیب می‌کند. گرمانی میدونی که بنده رسما و از طریق کورت میتونم از شما خواهش کنم همچین مطلب بنده رو بیاید ارائه بدید. کارمند شما نقل قولی کرده. آخه بچه جان من آدمیم بیام جلوی دوربین بشینم بگم شاهزاده به من دستور داد که من برنامه بدم به برنامه ساز؟ حرف من کجا گفتم شاهزاده دستور داد؟ کجا شاهزاده از این دستور به کسی داده؟ اگر من همچین جمله‌ای گفتم و شما ارائه کردید من میام جلوی دوربین میگم مردم من اشتباه کردم، غلط کردم. مردم میدونن من همچین شهامتی رو دارم، ولی شما این شهامت داشته باشید سند حرف این آقا رو عرضه بکنید. اما همایون پس از انتشار اسناد گفته‌هایش هیچگاه نه به غلط خود اعتراف کرد و نه پوزشی خواست. علاقه همایون به شفافسازی مسائل به همینجا ختم نمی شود. این شفافسازی اخیر وی درباره شیوع بی‌اخلاقی و فرهنگ فحاشی در جامعه ایرانی است. توهین کردن، اتهام زدن، فحاشی کردن. شما نگاه کنید این جمهوری اسلامی که آمد فحاشی رو کشون به تلفن‌های برنامه‌های تلویزیونی. برید ببینید الان در فضای ایران فحاشی داره حرف اول رو میزنه. همایون خود بهتر می‌داند که ادبیات این فحاشی و توهین در تلویزیون‌های لس آنجلسی مدت‌ها قبل توسط صاحبان این تلویزیون‌ها شکل گرفت تا یکدیگر را از صحنه حذف کنند. اما ترس شهرام از شفافسازی درباره افشای چنین مسائلی سبب شده که از بیان حقیقت فرار کند. جالبتر آنکه مورخان فرهنگ فحاشی در ایران را مربوط به حکومت‌های پادشاهی و به ویژه دوره رضاخان می‌دانند. فرهنگی که امروز همچنان در میان سلطنت طلبان رایج است و از طریق آنها به داخل ایران فرستاده می‌شود. این بخش کوچکی از ادبیات سخیف شهرام همایون و دیگر سلطنت طلبان در تلویزیون‌های لس آنجلسی است. این شهره جون اعلام کرد من معادل یک مردم. آیا جز اینی که من بیام اعلام بکنم ندا جون هم اعلام کرده بنده هم مساوی همون چیز چپم که گفتم؟ شما تو چه موقعیتی هستین که از طرف کسی دیگره که منظورتون شاهزاده رضا پهلوی است نمیخواد بیاد؟ شما اصلا تو کریبر نیستین که بخواد نظر بدین. شما سگ کی باشین که بخواد ایراد بگیرین؟ یکی دیگه بود که صورتش مثل سگ بولداگه. اینقدر این ولد فلانه که واقعا من فکر میکنم که این در اثر آمیزش مادرش با یه سگ به دنیا اومده. این آقایون علمای حافظان اسلام که احمد اون آخه تو حسادت با من چه نمیرسه افکار رو مخشوش کرده این اولاغ کچل. آخه من به کار تو تا حالا کاری داشتم بوساله؟ مردم ابله ناآگاه دور از جون شما خر ملت ایران هم باور میکردن. اما شفافسازی همایون باز هم به اینجا ختم نمی شود. انتشار فیش‌های حقوقی نامتعارف برخی مدیران در ایران فرصتی مناسب برای شفافسازی جدید همایون به وجود آورده. کمپین انتشار فیش حقوقی کارمندا، معلما، آقا اسمتون رو بپوشونین،
به ماژیک سیاه شماره کارمندی هم بپوشونید، فیش حقوق. تا کسی نمیتونه. وزیر اطلاعات خیلی تشکر کرد از انتشار فیش های حقوقی. آقایون وزرا، داوطلبانه چرا فیشاتون رو منتشر نمی‌کنید؟ رؤسای ساز، آقایون سردارا. اینکه همایون برای احقاق حقوق ملت ایران خواستار شفافیت در فیش‌های حقوقی شده، امری قابل تقدیر است که پیشتر عالی‌ترین مقامات ایران دستور رسیدگی به آن را داده‌اند. اما ای کاش همایون شجاعت شفافسازی پیرامون مبالغی که از مخاطبانش به بهانه‌های مختلف دریافت و هیچ گزارشی از نحوه هزینه‌کرد آن نداده را هم داشت. خواهران آذین و امیدوخت، آمری، خانم ناشناس 703، سیروس پاکدل، دوستدار کانال 1، فردوس هخامنش، شراره و سعید. این عدد باید هممون تلاش بکنیم این عدد به $75,000 تا روز پنجشنبه این هفته، یعنی در 3 روز دیگه برسه. خواهشی که دارم از همتون اینه که کسانی که در فیسبوک دسترسی دارید، شماره حساب، شماره تلفن مارکتینگ، همه رو پخش بکنید. تمام ماهستینی ها برای حمایت مالی از تلویزیون خودشون اقدام بکنن. من ثروتمندترین مرد رسانه‌ای ایران در خارج از کشور بود. از سوی دیگر عدم پرداختن شهرام همایون به میزان و محل درآمدهای خاندان پهلوی نکته تاریکی در ادعای شفافسازی و آزادی بیان اوست، چرا که او به خوبی می‌داند کوچکترین انتقاد از پهلوی و اطرافیانشان چه عواقبی برایش دارد و یک بار هم چوبش را اینگونه خورده. من سوالم از شما اینه، شما راجع به شفافیت صحبت کردی آقای پیرزاده، میخوای با هم شفاف باشی؟ یه برنامه شفافیت بذارین آقای پیرزاده؟ میخوای تو همین روزه یک برنامه اصلا عنوانش بذاریم شفافیت؟ امروز تلویزیون، تنها تلویزیون مورد تایید رضا پهلوی به من دشنام میده. من چه بکنم؟ امروز تلویزیون منتسب به رضا پهلوی من رو به خاطر فروش کتاب پدر رضا پهلوی که برای نخستین بار بعد از 36 سال به صورت آبرومندی با قرض به چاپ رسوندم، من رو کلاش مینامه. من چه بکنم؟ از صحنه خارج میشم اما مقابل رضا پهلوی نمیستم. رعایت بی‌طرفی و شفافیت از اصول روزنامه نگاری است، اصولی که همایون همواره ادعایش را دارد اما هیچگاه به آن پایبند نیست، به خصوص زمانی که پای خاندان پهلوی و سلطنت طلبان در میان باشد. حالا که شهرام همایون کمپین انتشار فیش‌های حقوقی را پیش کشیده، شفافسازی پیرامون برخی ابهامات و سوالات می‌تواند در این راه به او کمک زیادی کند. پاسخ به سوالاتی نظیر این که رضا پهلوی و کارمندانش چقدر حقوق دارند و منابع تأمین این حقوق از کجاست؟ با خروج خانواده پهلوی از ایران چه مقدار از ثروت ملی توسط آنها به خارج از کشور منتقل شد؟ روابط اقتصادی رضا پهلوی با یکی از بزرگترین سرمایه‌داران آمریکایی اسرائیلی که خواهان حمله اتمی به ایران شده چرا و چگونه شکل گرفته است؟ چرا رضا پهلوی از طریق علیرضا نوریزاده حمایت‌های مالی و ابزاری گسترده‌ای را از گروه‌های تجزیه طلب می‌کند؟ چرا رضا پهلوی و لابی او نقش مؤثری در افزایش تحریم‌های دارویی و غذایی با هدف فشار بر مردم ایران ایفا کردند؟ همسر و فرزندان رضا پهلوی مشغول به چه فعالیت‌هایی بوده و حقوقشان را از کجا تأمین می‌کنند؟ و سوال‌هایی بسیار از این دست پیرامون رضا پهلوی و حامیانشان از جمله مواردی است که شهرام همایون به دلیل ترس از عواقبش شهامت شفافسازی آن را نداشته و نخواهد داشت. من میام جلوی دوربین میگم مردم من اشتباه کردم، غلط کردم. مردم میدونن من همچین شهامتی رو دارم.